آمدیم در مالتا رفقا، در پایتخت مالتا. اینجا خیلی یک جای مقبول داره ولی یک آیسکریم دلتا نمیره؟ یک اوچ تو است. رسیدن که بریم بیاز یک 6 ماه دیگه آیسکریم نمیخوریم. یک کجا آمد؟ یه زود طرف پیدا شد. یه زود طرف آمد. رفته بود پیش اسبا. چند درجه بود امروز؟ خداییش 18 درجه است. ولی احساس می 26 درجه 27 درجه است. خیلی گرم است. گرم خوب صحیح گرم است چون تو جاکت هم داره شاید از خاطر باشه. کردم از سیاه پشتم سیاه. مالتا چند دانه میگم چقدر جمعیت دارم؟ مالتا 500,000. اوه آفرین میفهمید. تقریبا 500,000 نه. چقدر توریست میایم سالانه؟ او 500,000. نه 2 میلیون. 2 میلیون میایه؟ از خودشان که توریستشان زیاد هسته و باز یعنی چی میگه؟ اینکام شیره داری چی میگه؟ درآمدشان از توریست هست، از دیگه چیز ندارن. یعنی ما واری لو داره. یعنی پیسای ما رو میگیرن دیگه. ای او چه بالا چه خوبش ما واری لودن نیست که بابا خدا اینجا بریم ما واری لودن نیست، توریستا رو از کشور ما فرار بدیم و شهروندای خود هم از کشور خود فرار بدیم. والا نه توریست خوش آمد میگه. این تو خوب رفتار دارن با خدا. بخاطر کلش توریست فکر کو از هر مالتا کسی که از مالتا است شاید دو دانه توریست ملاقات کنید. یعنی در بیرون شاید مردم ها رو که میبینی رقم مردم هست. خوب از زیاد انگلیسی هم یاد داره. سابق که بوده این کلونی انگلند بوده، هم فرانسه ایجا بوده هم ترکا بوده. اینجا کلا که یک دفعه هم من یک کردم. اما تمام از کلتور از ترکی انگلندی این موترک هست چپ را مورن. راننده چی داشتیم؟ تاکسی. گفته که او ترکی بود. گفته اینجا چی زیاد است؟ هموطنای پشتونتون زیاد است. گفته که هزاره و تاجیک نیسته اما پشتونا گفته اینجا زیاد است. پشتونا اینجا چی میگن؟ نمیفهم. سنتر ور معلوم میشه. یعنی سنتر. این کسته بگی که از چیز بگی هر چیزی کسته. بگی اینجا میفهمی چی گفته؟ برو تو میگه بگی هر چیزی که از گفته. اینوی غذا است غم داره. مفت گفته. هر چیزی که مفت بود فرق نمیکنه چیه. برگر و رپ و کباب و از دیگه پاستا خوب قیمت هم هسته، حلال هم هسته. الان مفت گیر آوردیم، بیا بده دیگه خاله. یه حساب پیش چی هست؟ ایش گفته که بودای ما را پذیرش کنید. از گاندی نگفته چیزی؟ این هندی مندی است همه. نفرایی که چرس مرس میزنه بیخی مواد فروشی خانه که هر جای میریم از ما سوال که در رئیس نمیفهم چرس میخریم. اشنه؟ امی کشورهای چی سومالیایی و فکرم بیشتر از ایتوپیا و اریتریا اینا هستن. باز بیچاره را میبینی که مثلا پارک خل میشه. چند روزه که دوش نگرفتن، چند روز است که اینده خود نرسیدن، لباسایشان را چنج نکردن، فقط مواد فروشی و دیگه خواستن. و دیگه هر کس پیشنهاد میده بیا بزنیم موادقه. اون طرف هم بچه ها. چیزی جالب است که اینجا ما را هیچ کی نمیتونه بفهمه که ما کجا هستیم. چون نرخانه را اینا زیاد ندیدن. بچه ها عکس گرفته روان است. مرتضی اکشن داره. دریپ چک. یعنی لباس های خونگه از کدام بوتا از دکان آجی. خب چطور از خیره؟ نه بوتا راستش بگم بوتا را بشش از مسجد زدیم. بوتا را نسیم توفه داد از هر جایی پیدا کرد. اینی از زارا، ای از زارا، ای از زارا. بیشک کلان زارا. ای از بالاخره کلگش از زارا. گردنبند ایش از گرانبندش هم از نسیم پیدا کرد، از هر جایی پیدا کرد. نسیم چند گرفتی گردنبند؟ دیره؟ خیلی مقبول میگه. خیلی مقبول میگه. باز برای ما کی گرفت؟ چند گرفتی گردنبند؟ ما یگان نقره است یا دیگه چیز است؟ نه نقلی است، نقره مو پیسه. فکر می‌کنیم خب پیسه داریم. عکس میگیری؟ رفیق عکس گرفتی داخل فیلم کلان. ای
چی گاردنی هست اینو؟ اونجا نفر داخل شده میتونی سواشو بگو میکنیم؟ اونجا که داخل شده؟ بریم در گاردن؟ در گاردن برو در گاردن؟ چه قفایان هستی؟ رسایی کنین او از این چیزای برای جنگا منگا که استفاده شده سوال اتمانده مرتضی اینجا چی هست این ساختمان؟ شاه میشینه رئیس جمهور میشینه؟ مرتضی میگه یه هتل است ولی به نظر ما که خانه پادشاه گارد داره گارد سمسایی اونجا راکت نصب کردگی است فهمیدی؟ دیگه یه چی هم هست امی بالای شهر را امید خوب دیدی چی داره؟ دیدی واضح امید سر همه شهر مسلح هست مسلط بسیار میبخشید فارسی من خوب نیست و ماجیدشون هست این خانه باشه این خانه پادشاه شاید یک گارد ایجاست یک این از گارد پلیس سوال میکنه Prime Minister's office. Prime Minister can we یعنی چی است؟ خانه پرایم منیستر؟ یعنی رئیس جمهور این شاید از قدیم بوده اون قدیمی بوده 18 تا چند رو بوده از 1947 تا 1950 آفرین این کوچه چون خیلی قدیمی معلوم میشه خانه قدیمی داره اینجا یک استادیو است و برای شاید کنسرت باشه چی باشه های می هو گه داف کاکای چی میگه اینجا؟ انصاف؟ کاکای پیدا کردیم شایان رو پیدا کرد بچه اینجا چی هست؟ اینا نمیفهم منای چی هست برای چی هست ما کمی گوشنا شده رایستیم کمی هوام گرم است دیگه میمال یک چیزی یخ که باشم مثل آیس کریم یک آیس کریم مالتاوی هم بخوریم خب بچه ها میکروفون سخت نبود خب میکروفون نصب نبود ای ما فکر کردیم رو جا ماندیم ولی در جیب میلاد بود کمک ما رو ترسان شوک داد گفت که پیش من نیست در حالی که پیش خودش بود درون من میخواستم بودم در جایی که بودیم باز میگه غم درون اذیت این کوچه هم دیگه فکر کنم همین کوچه شلوغ‌تری میشه خیلی خدایی شنه این فکر کنم عکس میگیره کی؟ قدیمی آفرین از او عکس قدیمی است از در چی افغانستان میگیره آفرین بیا یک دونه بگیریم بله سلام علیکم نه نمیفهمم چی میگم یک دونه چی هست مرتکه چی افغان که در کابل توریستا میره پیشش عکس میگیره آفرین از این ماشین داره ندیده او مرتکه را؟ نه ویدیوش یکم میمانم شما سعی کنید دوستا او خیلی مشهور شده یعنی جوانگردا که میره باز پیش از اون میره عکس میگیرن سلام علیکم نام ماجمی زمان است از این کمره 65 سال میشه که من کار میکنم اینجا مکدونالدز هم هست اگر بچه ها در خارج که از این آشناست ولی داخل فکر نکنم افغانستان مکدونالدز داره؟ نه مکدونالدز در چی؟ در پاکستان کی الطاف میگفته است اما میگفته که یکی از قیمت ترین رستوران است در حالی که در اینجا ارزان ترین است من فکر میکنم مرتضی ما رو گم کرده همیال زنگ زد خواندن نمیتونم همی است ما فکر ما گفتم نان است اینجا اسکریم فروشی است بوم 3 دانه گرفتم بچه هاجی چی گرفتم؟ یک تا 2 تا نه که 3 دانه این 6 ماه ما بس میکنه 6 ماه که در سویدن سرماست سویدن خدایی یخ 6 ماه دیگه چطور مزه میتن؟ چی میگم چی مزه میتن؟ چی مزه میتن؟ آیسکریم
I think one of the happy moments was when I finished my college. Okay, yes. So yeah, that was a good time. I was happy that time. Yeah. Good to be proud of yourself. Yeah. Could I ask, just side note, what did you study? It was natural science. Okay, nice. I did a little bit of chemical engineering, oil and gas. So I did some of the natural science myself. It's an interesting subject. Yeah. So we'll move straight on to the other side. Give me like something sad, a low point that you learned something from. I think my low point was when I was not hanging around that much. I was like, I live in Sweden, so it's really cold and dark. So Scotland, so I guess. Yeah. In winter time, like there was a time that I was being lonely a little bit, not hanging around. So I think that was getting me a little bit. So yeah, the loneliness got to you. All right, so moving on, a little piece of advice that you've heard or somebody gave you that you used, that stuck to you. Yeah, I think for me it is overthinking. I am I'm overthinking everything. Like when I want to do stuff and the things, I always find some negative thing about it, and that stops me from moving on with it, and that stops me. So I have just like to slow down. Yeah. I have to think about more the positive side than the negative. Or maybe just nothing. Nothing at all. Yeah. So on that note, actually, if you could go back in time and talk to yourself when you were younger, what would you tell yourself? I think that would be that. Like, I think if I could go back, I would tell myself to just do whatever it feels right at the moment and not think about it that much. So yeah, I think that. Honestly, man, I couldn't have asked for anything better. That was fantastic. Yeah, thank you. One of these, and I hope you enjoy your day. You bro. too. Thank you, very bro. much. الطاف اینجا اینترویو کرد که از این نفرها نمیفهم برای یوتیوب بود، برای تیک تاک بود، برای چی بود. همین تو هوای گرم با آیس کریم سرد دیگه سخت مزه میده. زیاد مشهور شدم لگان در پاپرابزی اینا میاس بکنم. اونا یوتیوبر بود؟ هم یوتیوبر بودم. خبرای چی؟ هم خبر شبکه خبری. یک فنال فلانه. از طرف یک شبکه خبری که اسمش Loving Malta. Loving Malta که مشهور بودن. اینستاگرام شکیم فالو می‌کرد. انگلیسی گیگلا می‌کردم مگه نه؟ اگر نه شعرش خیلی مقبوله واقعا، یعنی از نظر استکهلم بگیری ما چندین بار شاید داخل ویدیو گفتم، خب بازم میگم یک کلتور قدیمی که کلتور نو مرج شده. یعنی مرج یعنی چی؟ یعنی آفرین مخلوط شده. خیلی یک تجربه جالبیه. بروی مثل نازیوری سعی کنی کمی ازش میگیری یکم منگوش میگیری باز با هم میخوری مزهش زیادتر میشه. نه دیدی که چیزایی که میکس است میکسش مزه داره. برو ایسوسایی که ما خود در عینک سعی کنم. مال در سویدن تقریبا شاید یک وجب برف آمده باشه. به سویدن برف میبارونه. سویدن برف آمده رئیس منفی 10 درجه. یاره سعی کن بخوری نوش جان تا گرمی داریم باور سعی کن. اوف هفته دیدم میشه اینه هیچ است. یونیکلو زارا به زارا و یونیکلو میکس شده. خودت هم همون تا دیگه جاغوری مام میکسی همه قومای افغانستان. بشک بله. سلام علیکم. Assalamu alaikum. If you get my nationality and 3 guesses, you can slap the shit out of me horsefly. What's your name, by the way? I'm Sam. I'm Milad. That's a fucking dude. Yes. You can ask questions. Are you Arab? No. It's a little bit more complicated. Yeah. Jordan? Are you from Azerbaijan? No. I give I can give you a clue. Give me a clue. It ends with Tom. Kazakhstan? I have no idea. I have literally no idea.
I'm from Afghanistan. Oh shit, that's cool. Yeah. So how does this work? You slap me now? I can kiss you. Have a nice time.